آقای نصیری بازی 2-1 به سوی داماش اتمام رسید و داماشی‌ها تونستن در مجموع با نتیجه 4-1 به لیگ دسته دوم فوتبال کشور صعود بکنن. به عنوان مالک این تیم یک سال کامل ارث خوردید. اینکه حالا شرایط چطور شد که در نهایت تونستین جواز حضور در لیگ دسته دوم کسب کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من این برد شیرین رو اول از همه چی به مردم بزرگ و شریف گیلان تبریک میگم، به خانواده بزرگ داماش تبریک میگم، به تک تک بچه‌هام با جون و دل زحمت کشیدن تبریک میگم. کیف میکنم بابت این برد، بابت این زحمتی که بچه‌های من دونه به دونه‌شون کشیدن. تمام قد افتخار میکنم بهشون و انشالله تو لیگ 2 با بهترین کادر، با بهترین ستاد و با بهترین بازی شما داماش رو خواهید دید. داماش توی سال اخیر جزو یکی از تیم‌های بارشه استان گیلان محسوب می‌شده. اتفاقات عجیب و غریبی براش افتاده. حالا این داماش اومده دوباره هواداره رشی رو امیدوار کرده. من خواهم ببینم حمایت شما تا کی ادامه پیدا می‌کنه؟ تا زمانی که منو بخوام من هستم. تا اون تایمی که زمانی که اهالی محترم استان گیلان، خانواده بزرگ داماش منو بخواد، من محکم پای تیم هستم و با افتخار میگم که شما داماش همیشه زنده است. داماش شما تو لیگ 1 و لیگ برتر حتما میبینیدش. همین خواستم بگم دوره حضورش تو لیگ برتر و صعودهای بعدیش بگم. داماش سابقه حضور تو لیگ برتر، فینال جام حذفی رو داره. مسلماً با حمایت‌های مسئول استانی و گروه‌های خصوصی، شرکت‌های خصوصی میتونه دوباره این اتفاق رو تکرار کنه. برنامه‌ریزیتون واسه این اتفاق چیه؟ من اینجا جا داره قدردانی کنم از تمام مدیران استانم، مدیر در واقع هیئت فوتبال استانم جناب آقای آرمان، مدیر کل اداره ورزش استان گیلان و تمام دوستانی که تو این 1 سال و نیم 2 سال حمایت کردن، تیم و پشت تیم وایسادن، چه معنوی و چه حالا هر جوری که تونستن تواناییشون بود کمک کردن. مطمئن باشید که جایگاه داماش اینجا نیست. امروز این بازی خیلی جنجالی شاید بودیم، خودتون تحت تاثیر شرایط و جنجالا قرار نگرفتید؟ مطمئن بودم 2-1 میبریم. حتی دارم قبلش که گفتم 2-1 میبریم بازی رو. موفق باشید. خیلی خوشحال شدم.